بذار نفس تازه بکشم، چون هنوز بوی خاک تازه حیات فیلم پیرپسر توی دماغمه. میدونی چرا اون جنازه‌ای که تو حیات دفن میشه فقط یه جسد نیست؟ چون اونجا دقیقاً گور اختناق این خونه است. گوری که دوبار باز میشه، دوبارم بس، تا آخرش بشه قبرستون کوچیک همون کشور 3 نفره. اما ضربه نهایی وقتیه که رعنا تصمیم میگیره خودشو بندازه تو همون گورستان. اینجا دیگه استعاره کامل میشه. جنازه رعنا بغل جنازه مادر این وطن 3 نفره میخوابه. یعنی سرنوشت هر نفر تو این سرزمین آخرش همینجاست. چه اون نفر یه معترض باشه، چه یه عاشق فراری، چه یه زنی که فکر میکرد میتونه رنگ دیوار این وطن رو عوض. حیات دیگه حیات نیست، میشه میدون اعدام خصوصی، جایی که خاکش همیشه بوی خون میده. میخوای بدونی چرا غلام باستانی فقط یه پدر نیست؟ چون خونه اون خاک گرفته، دقیقاً مثل یه کشور کوچیک 3 خانواده. در ورودیش که همیشه از داخل قفله، یعنی مرز بسته. پنجره ها مثل تلویزیون شکستن، فقط صدای مبهم از بیرون میاد. رنگ دیوارا سبز مرده، زرد خطر، انگار پرچمیه که هیچ کس رنگش انتخاب نکرده و فقط سالها جنگ زیرپوستی رنگش رو عوض کرده. حالا بیا داخل. غلام روی مبل سلطنتیش که دیگه پارچش مثل قانون اساسی پاره پوره است خسخس میکنه. همون لحظه‌ای که صداش میاد بالا متوجه میشی این صدا داره برای همه ما فرمان میده. انگار رئیس جمهور یه دولت موازیه. پسرا علی و محسن اونا دیگه فرزند نیستن، اونا شهروندایی هستن که هر کدوم یه جور میخوان از این سرزمین قفل شده فرار کنن، ولی هر دوتاشون هنوز تو همون اتاقای کودکیشون گیر افتادن، چون مرز بسته است. رعنا مثل اون اپوزیسیونی که میاد تو کشور میگه من میتونم رنگ این دیوار رو عوض کنم، اما خودش هم پشت همون دیوار زرد کثیف گیر میکنه، چون در واقعیت هیچ شهروندی حق نداره این رنگ رو عوض کنه و همشون بازتاب رنگ غلام هست. تتوی ضحاک روی پشت غلام. ضحاک یعنی حاکمیت که مار از شونه هاش میخوره، مارهایی که نمیذارن بقیه نفس بکشن. هر بار که پسرا میخوان سر بکشن بالا، انگار اون مارها سریعتر میچسبن به پوست پدر و میگن نفس عمیق ممنوع. وقتی فیلم تموم میشه، بیرون که میای هنوز صدای غلام توی گوشته. اگه بریم بیرون میفهمیم که بیرون هم همینه. این جمله دیگه خطاب به پسرا نیست، خطاب به همه ماست، چون ما هم توی همون خونه ایم، فقط کمی بزرگتر. خونه ای که اسمش شده وطن و مرزش شده تاریخ. کات